الحمد لله ذي الفضل والنعم، لا يستحق كمال الحمد أحد إلا هو، إذ لا ند له ولا نظير. علت صفاته أو علت صفاته وحسنت أسماؤه، فعظم شكره وعلى حمده. شكرا لا يعلوه شكر، وحمدا لا يعلوه حمد. وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دوم از شرح عقیدة الرازیین هست، شرح کتاب عقیدة الرازیین یا که اصل السنه و اعتقاد الدین که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی عقیده را اینجا بیان کردند. بارک الله فیکم. پس ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه دوم به کتاب داخل می شویم. به خاطر طولانی نکردن مقدمه به کتاب داخل می شویم و همه شما را دعوت می کنیم به آموزش 10 چیزی که پیش از آموختن هر یک کتاب و آموختن هر یک علم باید آموخته شود، که ما درباره این 10 چیز صحبت کردیم و در گروه عقیده در اولین درسش وجود دارد. در حلقه گذشته برادران و خواهران عزیز درباره کتاب و درباره ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی که از علمای سلف صالح اهل سنت و الجماعت هستند صحبت کردیم. حالا بیایید میبینیم که کتابشان از چی شروع شده و چگونه شروع کردند. در اول کتاب این علمای اهل سنت و الجماعت نوشته شده است، البته کسانی که کتاب را ترتیب دادند نوشتند که عقیدة الرازیین، این کتاب عقیده کی است؟ دو رازی، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی است. و البته خوب بدانید که ما یک فخر الرازی بکری دیگر داریم. مثلا من در درس‌هایم وقتی که به اشعری رد زدم فخر الرازی البکری، فخر الرازی البکری را گفتم که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او را چی گفته بودند؟ یعنی گفتند که با همین کتاب نوشته که علم النجوم نوشته است، سر و اسرار علم النجوم نوشته است، به کفر واقع شده است. همچنین نوشتند، گفتند اگر توبه نکرده مرده باشد به کفر واقع شده است. او را نامش چی است؟ فخر الرازی البکری گفته می شود. او سلف نیست، او از علمای اشاعره است. من وقتی که درباره این علم صحبت کرده بودم بعضی ها خطا فهمیدن، فکر کردن که من به یکی از این علم ها ابو حاتم یا که ابو زرعه صحبت کردم و البته این از خطاگی اونها است و از جهل اونها است. بلکه ابو حاتم الرازی عالم سلف خیلی که بیان کردیم 277 هجری وفات کردند، ابو زرعة الرازی 264 هجری وفات کردند، اما فخر الرازی البکری این علمی متأخر از علمای اشاعره است. در دوام جمله اول آمده است اصل السنت و اعتقاد الدین. اصل، اساس، ریشه، پیدیوار، یک چیزی که بر بالای این چیز دیگر چیزها بنا می شود. خانه پیدیوار دارد، خانه اساس دارد، خانه بی پیدیوار دوام نمی یابد. یا که درخت ریشه دارد. اصل سنت یعنی اساس سنت از همه چیزهای مهمی که در سنت آمده. سنت چیست؟ سنت، کلمه سنت فعلهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، عملهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اعتقاد و اقرارهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را سنت گفته می شود. خوب دقت بدید، بعضی کسا فکر میکنند که وقتی که سنت گفته می شود این حکم فکر میکنند، میگن که این سنت پیامبر است، کنید هم می شود نکنید هم می شود. این فرض است باید کنید، سنت نکنید هم می شود میفهمند. البته این جهل است، در فهم سنت این جهل است. سنت این حکم نیست، سنت این عملهای رسول الله، سخنهای رسول الله، فعلهای رسول الله و تقریرهای رسول الله که کرده اند، این سنت است. اما حکم بعضی از سنتهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فرض است، واجب است، و بعضش است که مستحب است، مندوب است. حکم دیگر چیز است. مثلا ریش گذاشتن
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما حکمش واجب است. اما مثلا به خانه وقتی که می‌دارید بسم الله گفتن یا که دعای حاجت خانه داخل شدن رو خواندن، این سنت پیامبر است، اما حکمش مستحب است که اگر ترک کنید گناهگار نمی‌شوید. و اعتقاد الدین، نام کتاب و اعتقاد الدین. اعتقاد جمعی اعتقاد، البته کلمه مفرد است که جمعش عقاید است. اعتقاد یعنی اون عقیده هایی که انسان در بالای دینش دارد، اون عقیده هایی که در بالای دینش انسان دارد. و دین ما معروف است که از جانب الله آمده است و از جانب الله دین دو نمود آمده است. ببینید دو خیل است، همون دینی که آمده است دو نمود است که ما باید دو قسم است بگیم، بهترش برای فهمیدن دو قسم است. قسمی از چیزهایی که از جانب الله آمده است این خبر است، الله به ما خبر داده است، از پیامبرهای گذشته خبر داده است، از جنت و دوزخ خبر داده است، از عذاب و از نعیم خبر داده است و از خودش خبر داده است، از یگانگیش، از توحید ربوبیتش، از توحید الوهیتش، از توحید اسما و صفاتش و از دیگر نمودهای توحید که خبر داده است. و دومین نمودی قسمی که از جانب الله آمده است این شریعت است، امرها و نهیها است که الله ما را به امرها امر کرده، عملها را بکنید انجام بدهید گفته است، به مانند عبادت کردن، به مانند عدل کردن، به مانند دیگر از عملهای خوب را انجام دادن. و نهی کرده است از شرک را نکنید گفته است. پس ببینید همین دین ما یک قسمش خبر است که ما باید تصدیق بکنیم و یک قسمش کنید و نکنید است که جایهایی که الله کنید گفته است باید بکنیم و جایهایی که نکنید گفته است باید نکنیم. مختصر دین ما همین است. بارک الله فیکم. پس دین این یک راه، یک روش، یک منهج که الله سبحانه و تعالی ما رو در همون نظام، در همین راه، در همون منهج بارک الله فیکم امر کرده است که ما باید باشیم. دینی که خبری هست، دینی که از جانب الله خبر آمده است، مثلا از جنت و دوزخ، از یگانگی الله، از اسما و صفاتش، این دینی همه پیامبران بود. دین نوح هم همین دین بود، دین ابراهیم هم همین دین بود، دین موسی و دین عیسی و دین محمد صلی الله علیه و سلم، دین همشون از جانب خبر یک نمود دین بود. به نوح هم خبر اومده بود جنت است، دوزخ است، الله یگانه است، نامهای الله و صفاتهای الله و قصه های آدم علیه السلام و غیره. و دین ابراهیم هم همچنین، و دین موسی و دین عیسی و دین محمد صلی الله علیه و سلم هم همچنین. از جهت خبر، از جهت اعتقادی، از جهت توحید، از جهت عقیده، دین همه پیامبران یک دین است و منسوخ نمی شود. ما میگیم پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و دینهای دیگر پیامبران منسوخ شد، شریعت دیگر پیامبران منسوخ شد. باید بگیم دین ویها منسوخ شد، به همین معنا هست که شریعت ویها منسوخ شد. یعنی یهودها باید در دین اسلام باشند، مثل مسلمان ها نماز خوانند، یا که خریسیان ها مثل مسلمان ها باشند. یعنی مسلمان شریعتشان، احکامشان مثل شریعت آورده پیامبر صلی الله علیه و آله باید باشد. اونها باید پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم بکنند. اما عقیده همه پیامبران در اصل یک عقیده بود، اما البته که منحرف شدند. پیروان ابراهیم منحرف شدند و عقیدهشون از عقیده پیامبرشون عوض شد، دیگر شد. پیروان حضرت موسی شاگردانشون و بالاخره آمدن امتشون آهسته آهسته گمراه شدند و از عقیده شدند، گمراه شدند. و این چنین نصرانی ها و این چنین امروز در امت محمد صلی الله علیه و سلم دیده می شود که انسان ها خودشون را پیروی اعلام میکنند که پیروی محمد صلی الله علیه و سلم هستند، اما عقیدتاً از اون عقیده محمد صلی الله علیه و سلم و صحابگان دور شدند و عقیده صحیح را ترک کردند. از جهت توحید همه پیامبران یک عقیده داشتند. از جهت خبر به همه پیامبران صلی الله علیه و سلم یک خبر آمده است و این منسوخ نمی شود. باید خوب بدونید که این منسوخ نمی شود.
ببینید الله سبحانه و تعالی من شما رو امر کرد پیامبر رو و امتشان رو که در ملت ابراهیم باشند. در ملت ابراهیم یعنی کدام ملت؟ نه در شریعت ابراهیم. شریعت، نماز خواندن، حج و بگویم بعضی از احکام دیگر در اونها دیگر بود. البته حج چخیلی که ابراهیم کردن همچنین است، اما نماز خواندن و غیره، روزه داشتن، نماز خواندن. اما عقیده ابراهیم علیه السلام و عقیده نوح و عقیده محمد صلی الله علیه و آله همه عقیدهشون یک عقیده است، در باب توحید، در باب کفر بالطاغوت، در باب الولاء والبراء. از همین جهت الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را امر کرد که در ملت ابراهیم باشد. یعنی عقیده همشون توحید است و این نسخ نمی شود. یعنی این عقیده های پیامبرای گذشته رو بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم ما منسوخ شده، انکار شده نمیگوییم، بلکه عقیده همشون یک عقیده است، اما شریعت البته نسخ می شود. قسم دومی دین این شریعت، هر یک پیامبر به خودشان شریعت خاص دارند و محمد صلی الله علیه و سلم کامل ترین شریعت رو البته الله برایشون داده است. بارک الله فیکم. انا این دین است، اعتقاد است که شما فهمیدید. در دوامش اومده است که و هو ما ادرک علیه ابو حاتم و ابو زرعه العلماء من اهل السنه فی جمیع الامصار. این کتاب چگونه کتاب بوده است؟ این همون کتابی بوده است و همون عقیده های بوده است که در این کتاب جمع کرده شده. ابو حاتم الرازی جمع کرده و ابو زرعه است که همه علمای اهل سنت در همه شهرهای همون وقته، در همه بگویم مدینه و شهرهای همون وقته همین عقیده را داشتند. در کجا؟ هم در شام، هم در عراق، هم در مکه، هم در مدینه، هم در مصر، هم در تهران امروزه که خراسان یا که بگویم یا که اصفهان یا که و غیره. همه اهل سنت و جماعت در زمان سلف انا همین عقیده که در همین کتاب نوشته شده است همین عقیده را داشتند. بارک الله فیکم. ابو محمد عبدالرحمن ابن ابی حاتم میگویند، البته ابن ابی حاتم فرزندی ابو حاتم. سألت ابي وابا زرعه عن مذاهب اهل السنه في اصول الدين. فرزند ابو حاتم یکی از مفسرین و یکی از محدثین، یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و جماعت، البته این چیز رو نوشته اند از عقیده که رو عقیده پدرشون و عقیده ابو زرعه رو، ابو حاتم و ابو زرعه رو. ابو حاتم ابن ابی حاتم میگن که من پدرم رو سوال کردم و ابو زرعه رو سوال کردم، دو عالم بزرگ سلف را. از چی؟ از مذهب‌های بگویم از مذاهب اهل سنت، از مذهب اهل سنت در اصول دین. اصول دین یعنی اعتقادی، مسائل اعتقادی که تعلق به اصول دین دارد. شما خوب دقت بدهید که برادران و خواهران عزیزم، دین ما اصول دارد و فروع دارد. یعنی چیزهای اساسی دارد که انسان اگر نداند مسلمان نمی شود، یا که مسلمانیش به نهایت در خطر است، و چیزهایی هست که اگر انسان به ناگاه نداند جهل عذر شده می تواند. اصول دین به مانند شناخت الله، شناخت رسول، شناخت دین، ما سه اصول دین داریم. از همین جهت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگن که اصول ثلاثه یا ثلاثه اصول، اصلهای سیگانه. ما سه اصول داریم. الله رو باید شناسیم، رسول الله رو باید شناسیم، دینمان رو باید شناسیم با دلیل. آموختن این فرض است، هم به زن، هم به مرد، هم به بزرگ، هم به کوچک. هیچ کسی عذری ندارد. اما امروز میبینیم که البته مردم به آموختن اصلهای دینی شکلا اهمیت نمیدهد، نه مسائل فروعی بلکه به اصل اهمیت نمیدهد. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا. البته انگلیسی رو تعلیم میگیرد، البته کامپیوتر برنامه ها رو تعلیم میگیرد، 10 سال 15 سال ادبیات میخواند، استاگی رو میخواند، استا میشود و همه این چیز وقت دارد.
اما اصل، اساس، اصول دین خودش را که شناخت الله است و رسول است و دین است نمی آموزد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم پروای آخرت ندارند. به خاطر اینکه مردم فکر میکنند که این چیزها مهم نیست و به خاطر اینکه علماهای طاغوت پرستی، علماهای گمراه به مردم نفهمانیدن که کدام علم رو باید اول آموزیم. شما دیدید این عالمی پیشوای خودتون رو که مثلا حاجی میرزا در صحبتش میگه اول باید علم دنیوی خوب آموخته شود. یعنی اول باید علم دنیوی رو خوب آموزید، بعد از این میگه علم دین. اعوذ بالله، این گمراهی است. علم دنیا فرض نیست. علم دین که این شناختن الله هست و شناخت رسول، شناخت دین، این اصول دین است که در درونش توحید است، در درون این شناخت شرک است تا که شرک را ترک بکنید. این فرض است. کسی که به اهمیتی میکند به آموزش دین رو نمی آموزد، اصول دینش رو نمی آموزد، جاهل در دینش است، این به شکننده دهمی اسلام واقع شده که این چی است؟ اعراض است، روی گردانیدن است. تعلیم نمیگیرد، تعلیم هم نمیدهد، پروا ندارد. باز امروز علماهای آمدن به نام علما، این جهلا میگن که اینها عذر دارد، اینها جاهل است، عذر دارد. 10 سال زبان آموختش، 5 زبان را میداند، کامپیوتر را میداند، استاگی را میداند، تجارت را خوب میداند، اما در مسئله شناخت الله و رسول شده است؟ جاهل بوده است و به این عذر بوده است. نه، این چنین نیست. باید دین الله را هم آموزید، همون جایی که آموختنش فرض است، و بعد از این مرحمت به دنیای خود مشغول شوید. هیچ کس دنیا را منع نمی کند. لا تنس نصیبک من الدنیا، به قدر ضرورت بگیرید، اما به خاطر دنیا دین را ترک نکنید. به خاطر دنیا کافر و مشرک نشوید. خیلی که امروز بسیاری مردم همچنین هستند. اونها رو وقتی که به توحید دعوت میکنید میگه وقت ندارم. سوال میکنید که تو به چی کار مشغول هستی؟ میگه من مردکاری خانه روس هستم. انا این بیچاره. بزرگترین علم این شناخت الله است، شناخت خالق است که چی قدر بشناسی همون قدر عزیز میشوی، همون قدر قوی میشوی و همون قدر به تو برکه می آید. اما چقدر از شناختی الله دور بشوی، الله را نشناسی، نه آموزی، البته گمراه میشوی. شما یک عقیده رو خوب بدانید، خوب بفهمید که اعتقاد شناخت الله خود به خود به وجود نمی آید، به آموزش به وجود می آید. خیلی که ما گفتیم این علم خبری هست. قسم اولی شریعت خبری. الله به ما خبر داده است که الله نامهایش خیلی است، چند نام دارد، یا که بگیم نامهایش رو خبر داده، صفاتهایش رو خبر داده، بزرگیش رو خبر داده، از جنت، از دوزخ، از اعتقاد ربوبیت، توحید ها خبر داده. انسان تا نآموزد از این علم خبردار نمی شود. خبر را باید بخونی و بفهمی، گوش بکنی. البته آموختن یا خود شما میخونید، یا که گوش میکنید، یا که میبینید، و این خبر که از غیب است باید بیاموزید. اما صوفی های گمراه چی میگن؟ خوندن، علم آموختن شرط نیست. شما یگان روز در خواب شبتان خود به خود عالم میشوید. از همین جهت بسیار صوفی ها علمایش رو میبینیم که جاهل و کبوری هستند، در نزد یگان عالم اهل سنت نخونده اند. وقتی که سوال میشود که این علم رو از کجا گرفته است، میگن که این علم لدن دارد. علم لدن یعنی چی؟ از نزد الله به این علم آمده است. این دروغ است، این کفر است. علم الله به واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم، به واسطه قرآن به ما رسیده است. این کلام الله است که غیر مخلوق است. علم را باید بیاموزی. از کی؟ از علما. از کدام علما؟ علمای اهل سنت و الجماعت، که همین علمایی که شما درس میگیرید باید علمای او را شناسید که این عالم باید از عالم درس گرفته باشد. مثلا از من شما حالا تعلیم میگیرید، من یک طالب علم
باید از عالم اهل سنت درس گرفته باشد. انا همچنین می رود و انمین سببی برکت و سببی فهمیدن حق سلسله به سلسله تو پیامبر صلی الله علیه و سلم می رود. اما هر یک جاهل بیاید و شما او را به سر خود عالم بگیرید، سبب گمراهی شما می شود. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان العلم لا يقبضه انتزاعا من الناس. الله علم را از مردم یک بار نمیگیرد. انما يقبض العلم بقبض العلماء. الله علم را از بین مردم میگیرد با گرفتن علما. چقدر که علما وفات کردن همو قدر علم کم می شود، تا اینکه لم يبقى عالما، عالم در بین شما نمیموند. عالم ها همه وفات میکنند. بعد از این مردم چیکار میکنند؟ یتخذ الناس رؤوسا جهالا، به خودشان آدم های جاهل رو چی میکنند؟ امام میگیرند. آدم که جاهل، یک آدم انسان جاهل که امام شد، سر و لباس زیبا رو پوشید، امام شد، بعد چی میشود؟ فسئلوا، مردم سوالش میکنند، فافتوا بغیر علم، بدون علم به سؤال شما جواب میدهد، فضلوا و اضلوا، خودش هم گمراه میشود، دیگه انسان ها هم گمراه میکنند. این دلالت میکند که مردم نباید پیروی از یک انسان جاهل بکنند، پیروی از یک انسان مجهول بکنند، پیروی یا از یک طالب علمی که استادش کی بودنش معلوم نه، منهجش معلوم نه، نباید بکنند. اما از یک انسانی که استادش معلوم است، منهجش معلوم است، در اساس قرآن و سنت سخن میکند، البته باید پیروی کرده شود. از همین جهت ما شما را دعوت میکنیم که این علمای بسیار طاغوت پرست تاجیک از صوفی ها، از قبوری ها، از ماتریدی ها رو ترک بکنید. اگر نجات رو خواهید ترک بکنید. تا روزی که اینها رو ترک نکردید البته مشکلی شما نابود نمی شود. پس فرزند ابو حاتم عبدالرحمن از پدرشون سوال کردند و از ابو زرعه سوال کردند. از این دو عالم بزرگ، دو عالم سلف سوال کردند و این کتاب رو نوشتند. و ما ادرک علیه العلماء فی جمیع الامصار. از دو این عالم سوال کردند و از همه این علمایی که هر دوی این عالم دیده اند سوال کردند. یعنی هر دوی این عالم، ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی، عقیده خودشون رو بیان نکردند. عقیده همه علمایی که در سلف صالح در همون وقت بودند، نه فقط یک شهر رو، مثلا نه فقط یا بغداد رو یا که بگیم کوفه رو یا که ایران تهران رو، بلکه همه عالم اسلام رو، علما رو نقل کردند. زیرا هر دوی این عالم هجرت کرده بودند به خاطر طلب علم. به شام رفته، به مکه رفته، به مدینه رفته، به مصر رفته، به عراق رفته، به کوفه و بصره و در منطقه خودشون در خراسان و در بگویم ری این تهران و از اینجا تعلیم گرفته. و این صفت اهل سنت و جماعت است که طالب علمان اهل سنت و جماعت پیش از عالم شدن برای آموختن طلب علم هجرت میکنند. یگان نفر از علمای اهل سنت و جماعت رو ما ندیدیم که هجرت در طلب علم نداشته باشد. امام بخاری رو ببینید، اومده عراق، اومده شام و بعد از این بگم راست مدینه و مکه و از همه علما خراسان و همه محدثین رو ببینید و دیگر علما رو ببینید. اونها هجرت میکردند برای آموختن علم. از همین جهت این همچون یک سنتی سلف و علما باقی مانده است که طالب علم باید به نزد عالم برود و تعلیم بگیرد. اما امروز الحمدلله این واسطه ها هست که ما و شما میتوانیم با هم دیگر مباشر صحبت بکنیم. این یک نعمت الله هست سبحانه و تعالی. به خاطر شنیدن یک حدیث سلف این اومد 6 ماه و 7 ماه راه میگشتند، اما امروز شما همه این حدیث رو در دستتون میبینید. پس این عقیده که ما بعد از کمی به شما بیان کردن رو شروع میکنیم، این عقیده فقط دو نفر یا که عقیده یک جماعت نیست، عقیده همه امت رو بیان میکنیم. ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی عقیده همه علمای امت رو ذکر کردند از همه شهرهایی که بودند و
آشکار و عقیده خودشون رو در این باب بیان کردند. فقال گفتند، ابو حاتم الرازی گفتند و ابو زرعة الرازی گفتند ادرکنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذاهبهم. ببینید، ما علما را دریافتیم، ما علما را دیدیم در همه شهرها، در حجاز، حجاز یعنی مدینه و مکه و این طرفها، و در عراق و در مصر و در شام و در یمن. همه این علما مذهبشون در باب اعتقاد انا همچنین بود میگویند و بعد از این عقیده رو ذکر میکنند. ببینید عقیده ما چقدر واضح و چقدر صریح و چقدر مستحکم است. و در اینجا ما نمیگیم که فلان انسانی که بعد از 700 سال آمده است میگوید، بعد از 1000 سال آمده است. نه، این سلف، عالم سلف نقل میکنند، دو عالم سلف و عقیده همه علمایی که در مصر بودند و در حجاز و در عراق و در مصر و در شام و در یمن، عقیده همشون یک عقیده بود، یک عقیده بود. اما امروز ما میبینیم که علماهای گمراه آمدند و عقیده سلف را انکار کردند و خودشون یک عقیده ساختند، پیروی ماتریدی شدند، پیروی اشعری شدند. و بدونید که اشعری و ماتریدی سلف نیستند، خودشون هم سلف نیستند، عصری چهار هستند و عقیده اشون هم مخالف سلف است. حالا اون که ابوالحسن الاشعری پیش از وفات کردن توبه کرده، وفات کردن از همون عقیده اشعریگی توبه کردند. انا این است حقیقت. بارک الله فیکم. اولین چیزی که روایت کردند این در باب ایمان است. ببینید همه علمای سلف ایمان را چی میگفتند؟ میگفتند که الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان قول است و عمل است، زیاد و کم می شود. البته از سلف دیگر روایت ها آمده است که میگن ایمان قول است و اعتقاد است و عمل است، زیاد و کم می شود. ایمان هم به زبان و هم به قلب، به دل و هم به عمل جسم است و زیاد و کم می شود. ابو محمد البربهاری در شرح السنه میگن که تا این که نابود می شود، انسان عمل رو ترک میکنه تا این که رفته رفته ایمان نابود می شود و همه اش به یکدیگریش به وجود آمدنش ناممکن است. یک کس لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید و بعد از این به قلبش همون تصدیق بکند، قلب مسلمان است، من زبان که لا اله الا الله میگم، اما عمل نکند، آیا این مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست، ایمانش صحیح نیست. کسی که عمل نمی کند رکنی ایمان را ترک کرده و کافر است. عملهای هست که عملی ظاهری جسمی از رکنی ایمان است، ترک کنید کافر میشید. بمانند نماز یا که بمانند زکات، دو سه بار ندید قول راجع این است که کافر میشید. و بعضی از علمای سلف حتی روزه رو یا که حج رو هم گفتند که انسان کافر می شود در حالت قدرتمندی اگر ترک کند. اما قول راجع فقط نماز و زکات است که با تفصیلش همین است که کسی نماز رو قصدن یک نماز رو ترک کند کافر است. یا که زکات رو یک چند مرتبه به اهمیتی کند ندهد. ایمان چی است؟ اولا کلمه ایمان این اقرار نمودن، تصدیق کردن است. اقرار نمودن و تصدیق کردن. اصل ایمان در قول قلب است، سخن قلب است، یعنی تصدیق کردن است. انسان وقتی که به قلبش در حقیقت تصدیق میکند خبرهای الله را بعد از این حتما زبانش، عملی قلبش و جسمش همون ایمانی در قلب بوده را بیرون میکند.
پس وقتی که انسان اقرار حقیقی کرد، تصدیق حقیقی دین کرد، باید زبانن و جسمن ایمانش به وجود آید. وقتی که انسان یا به زبانش یا به جسمش یا به قلبش ایمان رو به وجود نمی آورد، پس این تصدیق حقیقی نکرده، اقرار حقیقی نکرده، این مسلمان نیست. ایمان در نزد اهل سنت و الجماعت باید بدونید که مرکب است. مرکب از یک چند چیز است، یعنی پیدایش ایمان از یک چند جو پیدا می شود و ایمان به وجود می آید. خیلی که درخت با شاخه ها به وجود می آید، شاخه ها دارد. ایمان هم شاخه دارد، اما بدون شاخه ایمان صحیح نمی شود. مثلا قول یک، قلب دو و عمل سه. یکی اش به دیگرش صحیح نیست. امروز بسیار آدم هایی که در تاجیکستان میگن که الحمدلله دل ما پاک است، ما مسلمانیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، اما عمل نمیکنند. لا اله الا الله برای اینها فایده ندارد، اینها کافرند. این البته به اجماع سلف است، سلف صالح. و این چنین کسایی هستند که لا اله الا الله میگند، نماز هم میخونند، اما به قلبشون کفر میورزند. اینها منافقایند که ما نمیشناسیم، اینها رو ما نمیدونیم، لیکن این خیلی منافقا بسیارند. پس بارک الله فیکم. ایمان این چی است؟ از کجا به وجود میآید؟ ایمان اقرار است و تصدیق است، از زبان و از دل و از عمل انسان به وجود میآید. یکیش به دیگرش به وجود نمیآید، هر سهش باید در یک جا جمع باشد. کسی که من مؤمنم، من مسلمانم میگه، هم زبانش، هم دلش، هم جسمش باید مسلمان باشد. این ناممکن است که به زبان مسلمان باشد، به دل مسلمان باشد، اما به قلب مسلمان نباشد و ایمان زیاد و کم می شود. در بعض حالت انسان عملهای نیکش، عملهای بگویم خوبش، ثوابش زیاد می شود، ایمانش زیاد می شود. در بعض حالت تحقیق توحیدش قوی می شود، ایمانش زیاد می شود و در بعض حالت ضعیف می شود. ضعیف می شود، اهمیت ندید، ایمان نابود می شود. شما باید ایمان خود را قوی بکنید. یکی از نمود قوی کردن ایمان از اهل بدعت باید دور باشد، زیرا که اهل بدعت شاید یک سخنش شما رو گمراه کند، از دین بیدین کند. انا اولین چیزی که از سلف امت نقل میکنند ایمان چی بود است؟ هم قول، هم عمل، هم اعتقاد زیاد و کم میشد. و این انمین سخنی سلف صالح هم رد به خوارج ها و هم رد به مرجئه ها و مدخلی های انا همین روزه. امروز دو نمود بگیم، اگر بگیم اکثرا مرجئه های غلات هستند، به همین روزه مرجئه این رد است، زیرا که مدخلی ها ایمان را زیاد بگیم، خوارج ها ایمان را زیاد و کم می شود نمیگویند. در نزد خوارج ها هم ایمان چی است؟ قول است، عمل است، اعتقاد است، اما زیاد و کم نمی شود. خوارج ها ایمان را مرکب نمیگویند، ایمان را از سه چیز به وجود آمده است نمیگویند، ایمان میگن یک چیز است. از همین جهت اگر یک امری واجبی را ترک کنید یا که یک گناه کبیره کنید، انسان کافر می شود در نزد خوارج ها. یک زیناکار در نزد خوارج چی است؟ کافر است. اگر توبه نکرده بمیرد خالدا مخلدا فی النار است. در نزد معتزله ها هم همین است. نتیجه معتزله ها خوارج هستند در باب ایمان. کسی که گناه کبیره کند در نزد معتزله نه کافر است نه مسلمان، اما اگر توبه نکرده بمیرد خالدا مخلدا فی النار است. یعنی عقیده خوارجی. در نزد خوارج ایمان زیاد و کم نمی شود. همیشه یک گناه کردید کافر می شوید. در نزد اونها دین ظاهر و خفی، اصل و فرع نه، همه اش مثل اصل معامله میکنن خوارج، مثل اصل در همه مسئله. در مسائلی که نباید تکفیر کنند تکفیر میکنند. ایمان رو که خطا فهمیدن بعد چی رو هم تکفیر رو هم خطا میفهمند. و این چنین مرجئه ها، این گمراه ها که مردم رو دینش رو فساد کردند،
خوارج ها دنیای مردم رو فساد کردند، مرجئه ها دین رو فساد کردند. مرجئه ها هم میگن که ایمان قول است، اما عمل رو از ایمان نمیدانند. یعنی با زبان میگوید و با دل اعتقاد میکنید، عمل نکنید هم شما مسلمانید، عمل نکنید هم شما مثل ابوبکر صدیق هستید. البته مرجئه ها دو نمود هستند، مرجئه عادی و مرجئه غلات. اما امروزه مدخلی ها شما رو به نوع سخت فریب میدهند و این رو همه نمیفهمد. خوب دقت بدید. مدخلی ها میگن که ایمان چیست؟ وقتی که میگن که ایمان قول است، عمل است، اعتقاد است، زیاد و کم میشود مثل اهل سنت و الجماعت. شما میگید ماشاءالله، از این عبارت که مدخلی هم اهل سنت بوده است، میگید نه، اینها در ظاهرا همین خیلی مثل اهل سنت. لیکن وقتی که میپرسید که کسی که عمل ترک کند، کاملا ترک کند، هیچ عمل نکند، مسلمان است یا نیست؟ میگن که مسلمان است. زیرا که عمل در نزد اینها این رکن ایمان، چیزی ضروری ایمان نیست. عمل در نزد اینها یک چیزی است، مکملات است، مستحبات است. کنی ثواب میگیری، نکنی کافر نمیشوی. البته با همین حلقه امروزه رو به خاتمه میرسانیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ما درباره مرجئه ها صحبت رو زیاد میکنیم و باقی مانده از مسائلی که تعلق به این موضوع دارد و سخنهایی که در این کتاب ابن ابی حاتم از پدرشون و بزرگ از روایت کردند ذکر میکنیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.